o segundo golo é aqui, o número 6 faz isto, o guarda-redes faz isto e é o Essan que lá está, caralho. É o Essan que lá está, é o do guarda-redes, caralho, é o Essan. دروازه‌بانه که آشیزو میگیره. É o Essan, caralho, pá. چرا رابطی به احسان داری؟ Bir daha hükümet yaptığı geldi. Epá, olha, Smile, porque é que estás a rir? Estás a rir de quê, pá? Tu estás aqui, tu tens, que idade é que tens para estar aqui, caralho? Esta hora é para estares a dormir, pá. این الان پوس لالا شما برو خونتون اینجا اومدی ریشت باز باشه یه ذره احترام بذار به نفر Ağlar ben Türkiye'nin ki aseti. قبل پرداختن به بحث‌های فنی ما یک گلایه از جناب مترجم داریم اینم ترجمه بفرمایید بقیه‌اش رو بفرمایید نه شما تکه تکه ترجمه بفرمایید شما بقیه‌اش رو بفرمایید من بعد میگم خودش لب کلام از دستی کردن نه خیلی راحت بشه ما خیالمون راحته Traduz. Eu estou aqui, olha lá, diz lá. Traduz, não tens برخورد problema. غیر حرفه‌ای Não tens problema. رفتار ناشایست و ترجمه هایی که ما در صداقت شک داریم Nós temos algumas dúvidas em relação ao tradutor e a sua honestidade Não, mas e ele não é profissional, portanto eu posso dizer, bem, primeiro ponto. سوال تموم نشده Agora, peraí. Só quero dizer uma coisa importante, que é o seguinte. من تجربه اینو دارم که ببینم وظیفه هر خبرنگار چیه E quando falei ما داریم بد ترجمه میکنیم ما با ایشون صحبت نداریم ما حرفمون با شماست نه با آقای تونی اولیویرا چرا بد ترجمه میکنیم شما بهترش رو بیار یه نفر دیگه بیار خب بگیم که ما چی میگیم دارم بهشون میگم دیگه شما ببین شما نه یه دقیقه صبر کن شما بذار حرفمو بزنم دیگه شما یه دقیقه شما لازم نیست وظایف من به من بگید آقای عزیز ببین شما یه کارشناس بیاریم حسن آقا شما فقط یه کارشناس بیاریم اگر غیر از این چیزی که شما مگه هستید شما کی هستین از من شما رو نمیشناسم هر کی باشه کی میگه این همه آقایون بزرگتر از شما ریششون سفیدتره بزرگتر از همه شما هستن حالا باشه به من ربطی نداره اینش دیگه به شما ربطی نداره آقا اینش به شما ربطی نداره خودتون اجازه میدین به یه خبرنگار بگین از مادرت اجازه گرفتی شما وکیل مدافعشین اصلا من نماینده ما وکیل مدافع یه بچه بوده دوست من بوده باشه شوخی کرده به شما ربطی نداره یه مسند رسمی نشسته خب اینش دیگه به شما ربطی نداره vamos embora que que isso quer não e ele tá pedindo para ir embora eu tenho ele آقا این حرف شما قابل پیگیری آقای محترم اگه یه نفر کارشناس آوردیم من درست بگم من از شما شکایت میکنم از اون از اول داری میگی بعد ترجمه میکنی اصلا مگه شما میفهمی من دارم چی میگم اصلا مگه میفهمی من دارم چی میگم که داری میگی تو کی هستی اصلا ما حرف بزنی باشه نماینده هر کسی میخوای باشی تو کی هستی اصلا بریم آقا میشتر vamos desculpa mister vamos embora calma anda aqui ó Sérgio anda aqui por favor anda aqui به خاطر همین من از em relação àquele momento que ontem در مورد اون در واقع لحظه‌ای که دیروز من یه مقدار از حالت عادی خارج شدم ایشون سوالشون رو پرسیدن باز اگه ادبیاتتون رو با من عوض نکنین من یه کاری میکنم شما پشیمون بشید
کاری میکنم شما پشیمون بشید. بلندتر بگم میکنی منو تهدیده. در مقابل دوربینا تهدید میکنی. شما اینطور حساب کن. شما اینطور حساب کن. همونجوری حساب کنم چه؟ هر طور که شما دوست دارید حساب کن. شما به من یک من الان بیرون تهمتی منو زیر بگیره. تهمت من الان مقابل دوربینا میگم عاملش اینه. پارسال من این مشکل ما داشتیم. ما 25 سال کارمون اینه خبرنگاری. باشه منم به سن شما برسم 40 سال کار یعنی میدونین چیه؟ من بخوام از این بادا بترسم یعنی اسمم خبرنگار نیست. شما میگم عرض میکنم ادبیاتتون رو شما ادبیات در متمدنانه تر اگر نه من خودم در سطحی نمیبینم با تو حرف بزنم. سوال بعدی سوال بعدی هیچکی سوال نمیپرسه. نمیپرسه آقا شما میپرسم بپرسه. بله خسته نباشید. حالا دیدی من نماینده خبرنگار هستم. Você, pelo amor de Deus, این دومی یا سومین بار شما داری این تهمت رو میزنی. eu venho cá. اون متوجه شد من چی Eu venho cá quando perco, quando ganho. متوجه شد. چجوری شما متوجه همونطوری که شما متوجه میشی من پرتغالی چجوری کن که این کجا فهمیدم؟ آقا حرف دهنتون رو بفهمیم Eu venho aqui, venho, certo, peraí. Diz para صحبت eles, نکنید بفرمایید. eu venho aqui quando ganho